انگلیس چون کنید هست. در اینجا مسئله معنوی زندگانی و مرگ انسان است و این مسئله زندگانی و مرگ در بحث‌های زرتشتی و مذهبی و گذشتگان ما بسیار داشته باشه. یعنی در مقام معنوی بوده که البته در اون تجربه خلق خودش از تجربه خلق خودش می‌گوید. من ضمناً اگر ممکن جایز نباشد بگویم، لیکن بسیار شاعران امروزه ما که شعر میگویند تمام عمر شعر میگویند و آثارشان در یک کتابچه جمع میآید. از اون که 100,000 120,000 بیت. امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان چون عنعنه سالهای آخر این عنعنه پیدا شد، ما روزی رودکیت تجدید میکنیم و با افتخار این روزی مهم در تاریخ علم و ادب و فرهنگ ما در کتابخانه ملی همایش علمی تحت عنوان رودکی پژوهی در سالهای آخر برگزار گردیده ایستاده است. در این همایش هدف برگزاری این همایش اصلا آن بود که ما یک مرتبه بینیم که در این سالهای آخر در سه کشوری فارسی زبان، سه کشوری که میراثبر شعر رودکی و ایجادات رودکی هستند چه کارهای با انجام شده است و این در اینجا استاد ابراهیم خدایار درباره اون دستاوردهایی که طی چند سال آخر دانشمندان ایران در زمینه رودکی پژوهی به دست آوردن اطلاع دادند و در مورد جستجوهای دانشمندان افغانی آقای حضرت صحبت کردند و در مورد دستاوردهای رودکی شناسان تاجیک استاد میرزا مولا احمدوف مفصل صحبت کردند و واقعا از همه این چیز معلوم می شود که در تاجیکستان رودکی خیلی به طور عمیق و خیلی بردوام و پیوسته مورد پژوهش عالمان و دانشمندان بوده است و اینجا ما به یک نتیجه رسیدیم که باید ما کتاب شناسی رودکی شناسی عموما از آغاز تا انجام در سه کشور فارسی زبان باید تهیه کنیم و این دسترسی همه دانشمندان هم تا ایران، تاجیکستان و افغانستان گردد و این امکانیت می‌دهد که در زمینه رودکی شناسی کارهای نو، تحقیقات‌های نو، پژوهش‌های تازه انجام داده شود.